عصر 11 اصفهان. رهبر رصدخانه اصفهان عمر خیام که یکی از نجوم شناسان مشهور نه تنها زمان خود بلکه در تمام دور به حساب می رود، با ترتیب دادن و اصلاح تقویم مشغول بود که این اصلاحی مورد نظر او با نام تقویم خیام در تاریخ مشهور است. بالاخره او به آستانه کشف تقویمی نهایت عمیق و قیاساً ساده رسیده بود. تقویم مذکور در مقایسه با سال شمسی همگی 17 ثانیه فرقیت دارد که صحیح ترین تقویم تا کنون به حساب می رود. آغاز این تقویم باشد با اول فروردین که روز تعادل بهاری است راست می آید، یعنی به ثابت روز اول سال نوروز است، زمانی که وقت استرونومی و 0000 برابر می شود. اینجا سوال به میان می آید وابسته به تاریخ نوروز که بیش از 5000 سال است. چگونه گذشتگان ما توانستند با چنین دقیقیت وقت را با گردش آفتاب و ستاره ها معین نمایند، حالان که در قسمت بیشتری کره زمین حتی کشاورزی وجود نداشت. در مورد پیدایش جشن نوروز روایت ها زیادند و قریب همه آن وابسته است به شاه جمشید. خیام در نوروزنامه خود چنین نوشته است: اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود، یکی آن که هر 365 روز و ربع از شبانه روز به اول دقیقه حمل باز آید، به همان وقت روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن، چه هر سال از مدت همی کم شود. و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد. و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند. از این پس این روز را نوروز خوانده. نوروز در برابر دیگر جنبه های آن یک جنبه است که مربوط است به گشوده شدن سر جهان، سر هستی، سر آفرینش. طبق روایتی که در شاهنامه نیز منعکس شده است، از خدای نامک گرفته شده است، همون یکی از پهلوانان باستان در جستجوی بیژن عاجز میماند و میاد نزد کیخسرو میگد که تو که جام جهان نما داری، ببین که در اونجا از بیژن میشد خبری پیدا کرد، کجاست اون؟ کیخسرو شاه میگد که جام جمشید را با عنوان میراث در دست دارد، میگد که صبر کن بمان تا بیاید ماه فروردین، یعنی نوروز فرا برسد. انا همون وقت من میتونم با جام بنگرم و معین مشخص کنم که کجاست بیژن. زمان و نشان سپهری بلند، همه کرد پیدا چی و چون و چند. دستاوردهای علمی انسان بعد کشف آتش به میان آمده است، زیرا آتش به انسان نه تنها گرمی و روشنایی، آهنگدازی و کلالگری آورده است، بلکه سبب رشد عقل و پیدایش علم نیز شده است. نظریه وجود دارد که هنگام کشف شدن آتش از طرف انسان بهر حفظ آن آتشکده بنیاد شد. آتشبانها چون شب و روز در آتشکده بودند، به اختیار شب به آسمان می نگریستند و هر تغییراتی که می شد آن را نظاره می کردند. نظاره های پیوسته به کوکب و افلاک به اختیار اندیشه پیش می آورد و مقایسه. همین طور انسان به نجوم شناسی رو آورد و نیاگان ما در این سمت از اولین ها بودند.
او آتشبانایی هستند که آتشبان گفتید، یعنی که آتش‌ها همه وقت نگاه کرده میستند، هم شب هم روز. آدمی که شب و روز خواب نمیکند چی را نگاه میکند؟ شبانه روزانه شد اطراف نگاه میکنه، شب شد ستاره رو نگاه میکنه. البته وای میشه مشاهده چی اون چیزی که در کیهان یکم روشنناکی میشه، یکم چی میشه، یکم هوای قید میکنه. این از فکر من است. من همچون مشاهده میکنم. همچون مشاهده چی من هم میتوانم گفتن وقتی که همه وقت کیهان نگاه کردم شب دراز در یک کنج کیهان، البته یک روشنایی پیدا میشه، یکم ابجکت یکم تغییرات میشود. البته یک جدا نمیشته میمونی. وقتی که گپ زدی این میشه مشاهده چی، یعنی که چی ستاره ها. گردش آفتاب که سال و ماه و فصل و زمان را معین نموده، احوال زمین را تغییر می‌دهد، باعث به آموزش و پژوهش قرار گرفت و انسان‌ها مسلم است که به سوال‌ها پاسخ می‌خواستند و پیش جستجو می‌کردند، یعنی که آفتاب معین کننده وقت. اولین باورها میترائیسم بود. میترا یعنی آفتاب است، خورشید است. یعنی مقام خورشید ترنم کردن که در حیات هر یک انسان چگونه مهم است. گرمی است، انرژی است، این خوشی است، سعادت است، حوصله زیاد است، امید است، آرزو است. همین اولین باورهایی که به نوروز بود از همینجا است. این تنتنه کردن جشن خورشید، یعنی خورشید آمد. منجمان در زمانهای گوناگون پیش از همه به نو گشتن احوال زمین دقت می‌دادند و سپس به آفتاب و دورهای آن که وضعیت را معین می‌کرد برای خود خلاصه نمودند و تقویم ساختند تا زمان را در روی زمین عمیق سازند. در ابتدای عید نوروز در علم ستاره‌شناسی یک حادثه عجیبی رخ می‌دهد که آن را اعتدال بهاری می‌نامند. اعتدال این معناش همین برابر شدن روز و شب است. گذشتگان ما در تقویم‌ها و در سالشماری‌های خود همین حادثه‌های استرونومی را خوب استفاده بردند و از آن تقویم‌ها را ساختند که در هر یک تقویم همین اعتدال این یک موقع معین را اشغال میکند. سالشماری ها در عهد و زمانهای گوناگون هر گونه استفاده می شدند. بنا به تحقیق عالمان نجومشناس، اولین تقویم میان نیاگان ما در عهد شاهان هخامنشی ترتیب گردیده. آن با نام سالشماری فارسی قدیم قید شده است و از 22 مارت یعنی از جشن نوروز شروع می گردد که اینجا نیز موقع نوروز همچون جشن تقویمی مرکزی است. هنگام حرکت زمین در اطراف آفتاب یعنی که دو نقطه را بریده میگذارد. این هست نقطه اعتدال بهاری و این هست نقطه اعتدال تیرمایی. و نوروز هنگام حرکت زمین در اطراف آفتاب یک نقطه است. این نقطه را نقطه اعتدال بهاری یا اینکه نقطه نوروز گویم خطا نمیکنیم. این هست یعنی که سبب گویم یا که این هست اون نشان داد در علم استرونومیا، یعنی که آغازشوی روز، آغازشوی بهار از همین نقطه سر می شود. منجمان تأثیر بیواسطه ماه و خورشید را به زمین پی بردند و رابطه بین جهان مادی و مجرد و عالم ملک و ملکوت باور اعتقاد نیاگان آریایی ما را به اصل پیوست. این است که کتیبه های علوم دقیق میان نیاگان ما به این مسئله صحیح تر نظر داشته تحقیقات علمی اعتماد بخش نمودند. عالمان حکیم ترمیزی و ابو ریحان بیرونی از محققان برجسته اساسهای نجوم نوروز در عصرهای میانه شرق می باشند. نوروزنامه حکیم ترمیزی و آثار الباقیه بیرونی
اثبات نمودند که ستاره شناسان فارس در این سمت پیشگام ترند. وقتی که زمین حرکت میکند همون محورش یک حرکت پیشرونده میکند، اون رو در علم پرسسیا میگن یا که در زبان فارسی و رو حرکت تقدیمی میگن. یعنی در نتیجه همون پرسسیا حرکت تقدیمیش همین حالتی همین اعتدال هم تغییر مییابد. برای همین نگاه کنید، اگر عالمان میپرسن میگن که امسال فرض کردیم نوروز کی میشه، من امسال از روی همون تقویم و علم استرونومی میگن که امسال سال 2020 ساعت 3:50 به نوروز میشه، یعنی اعتدال میشه. فعالیت ابوریحان بیرونی که یکی از نابغه های علم جهانی تا هنوز موقع استوار و بی‌قیاس دارد، در مسئله های نجومی بی‌نظیر بود. هنوز در زمان خود این عالم توانا اثبات نموده بود که در حرکت زمین تأثیر محوری باعث تغییر طلوع و غروب آفتاب می‌گردد. یعنی این اول ماه فروردین 21 مارت روز نوروز و اول مهر ماه 22 سپتامبر روز جشن مهرگان بود. همین است که بیرونی را نه تنها در تحقیق نوروز بلکه در بررسی علمی حیات و احکام نجوم استاد مبخر می‌داند. در کتاب بیرونی آثار الباقیه یا که در تاریخ نرشخی، تاریخ بخارای نرشخی، همینجا با اومدگی که تاجیکان در عصرهای پیش همین نوروز رو 2 بار قید میکردن. انا که نگاه کنید که در تقویم‌های همین تاجیکی ما، مردمی ما، همین هر دو نقطه، یعنی نوروز هم بهاری هم نوروز تیرماهی، هر دوش آغاز کشت کار است. در نوروز بهاری ما کشت کار بهاری سر می شود، در نوروز تیرماهی کشت کار تیرماهی سر می شود. بیرونی در بررسی طبیعت و رابطه آن با علوم کیهانی روش خاصه داشت. افکار نجومی او شامل جنبه جهانشناسی بود و نه تنها درباره چگونگی پیدایش علم نجوم از منجمان پیش از اسلامی و یونانی پیروی میکرد، بلکه درباره تعیین ترتیب کواکب، سیارات و عناصر نیز تعلیمات صاحب نظرانه پیشین را دنبال مینمود. در اثرهایش آثار الباقیه و التفهیم که سرچشمه های مهم آموزش علم های دقیقاً، بیرونی و معلومات طبیعی، نجومی و جغرافی نوروز بیشتر تکیه کرده است. گفته های بالا را نقطه عالی و مهمترین علم نجوم شناسی در تدقیقات و پیشنهاد محقق برجسته فارس و تاجیک عمر خیام می توان اعتماد بخشید که با اصلاح در سالشماری هجری قمری صورت گرفت و آن تقویم خیام نام دارد. تقویم مذکور از دور 33 ساله عبارت بوده 8 سال کبیسه دارد. یعنی 1 سال تقویم خیام با 365 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه و 3 ثانیه برابر است. اگر این را با سال شمسی مقایسه نماییم، فرقیتش همگی 17 ثانیه می باشد. در تقویم خیام 1 روز زیادتی پس از 5082 سال جمع می شود. تقویم خیام از تقویم گریگوریانی یعنی سالشماری کنونی دیده خیلی عمیق‌تر است، زیرا در وی 1 روز زاید 1579 سال پیشتر یعنی بعد از 3323 سال جمع می شود و این سالشماری شروع می شود از روز اول فروردین ماه که نوروز نام دارد. ماهیت نوروز از اون است که وقتی که آفتاب در بالای خط استوا مریدان می ایستد، من همینجا نوروز شب و روز برابر است. یعنی این لحظه فرصتی است که مثل شما سایه خود رو در روی زمین نمی بینید، گویا که همین سایه نیست دیگر، همه جا روشن. خوب این رمز نوروز است دیگر. در اون مسیر حرکتی که زمین در اطراف یعنی که آفتاب میکند،
ҳамон нуқта ин нуқтаи саршавӣ 0 ва ин нуқтае ки хадди экватор ва эклиптика, яъне ки байни буриши ду нуқта, ин нуқта яъне ки мавқеи ҳамин объекте ки дар ҳамин нуқта яъне ки ҷойгир аст, мисол офтоб, мисол замин, ин 0 ҳаст, яъне ки 0 градусу 0 градус, яъне ки 0 ҳастанд ва ба соат 0 соату 0 минуту 0. аз ҳамин сабаб мо гуфта метавонем ки саршавии оғоз аз ҳаминҷа, яъне ки саршавии наврӯз аз ҳаминҷа ва тақвим ҳам аз ҳаминҷа сар карда мумкин аст ва хато намекунад. این تقویم روز میلادی میگیریم از 1 январ، این همین خیلی رمزی است. یا که مثال در تقویم هجری قمری که از روی فضای آفتاب و فضای ماهتاب حساب میکنند و یا میدونید که 11 روز 10 روز 11 روز فرق دارد، هر سال عوض میشد. لیکن در حساب تقویم شمسی یعنی آفتابی و عوض نمیشد، همون هر سال همین از روی ابتداش یعنی اولش از همین وای است، نوروز است. дар партави иди наврӯз пайдоишу ташаккули тақвимҳои мардумӣ низ сурат гирифт, ки бо таҳлил ва таҳқиқ аз солшумории илмӣ вобастагӣ дорад. миёни мардуми мо чӣ дар рӯзгори гузашта ва чӣ имрӯз тақвимҳои арзӣ вуҷуд доранд, ки бешаку шубҳа вобаста аст ба гардиши табиат ва онҳоро бештар дар кӯҳистон кишоварзону деҳқонон истифода мебаранд. аз тақвимҳои мардумӣ маъмултаринашон ҳисоб дар мард аст, ки аз рӯи узвҳои инсон ва хусусияти онҳо истифода мешавад. моҳияташ ба кори зироаткорӣ алоқаманд аст, зеро оғози фасли кишту кор аст, яъне муайян кардани дона пошидан, ин ҳар як соату вақт иҷозат ё ки мисол имконият нест ки мисол ҳатман бояд деҳқон фаҳмад ки кадом соату кадом дақиқа бар замин дар замин дон пошидан мумкин аст. агар барвақт пошида шавад хунук месанад, агар бевақт пошида шавад мепусад ё хушк мешавад. барои ҳамин ин як кашфиёте ки астрономие ки бузургони мо карданд дар зироаткорӣ ба ҳамин наврӯз алоқаманд аст. аз тақвимҳои мардумӣ маъмултаринашон ҳисоб дар мард аст, ки аз рӯи узвҳои инсон ва хусусияти онҳо истифода мешавад. اگه تقویم حسابی مرد اکی سر میشه از شب یلدا، یعنی از انقلاب زمستانه آفتاب از 21-22 دکبر سر میشود از چیله کلان، پس از آن چیله خرد میآید، از همین چیله آخر سر کرده، صدا سر کرده، از همین ویا سر کرده آنها تیاری به کشتی بهاری سر میکنند. اکنون بعد این حسابی مرد سر میشه. حسابی مرد خودش 96 روز است. یعنی حسابی مرد چی است؟ حسابی مرد این یک تقویم مردمی است که گویا از روی خیال همون آدمان گذشته میگفتن که آفتاب گویا رمزی این است. با همین عضوای بدن انسان مرد می ایستد و همون را از روی همون خاصیتی همون عضوای بدن مطابق کردگان با اقلیمی همون گرد اطراف. من مثال مثال میگم. مثال میگن که آفتاب از بجیل پا داخل میشه، در بجیل پا 3 روز میستد. همین خیلی اومده نگاه کنید که به دل میآید. انکه نگاه کنید در همین روز اعتدال، یعنی از در داخل همین تقویم حساب مردم همون دل موقع اساسیش یعنی نوروز است. نوروز یعنی از همون روز گرم میشد. یعنی با عقل تکیه کردن در همه روزگار این آیین مردمی فارس نژاد است. با دل نزدیک بودن نوروز را سبب همین است که بعد خنکی های زمستان و شب های سرد طولانی فصل رنگ ها و روشنایی می آید. میگد که مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. این قفس ها هم طبیعی هستند که طبیعت برای ما آفریده است. مثلا زمستان برای قوم و قبیله‌ای که در گذشته بودند، زمستان هم خیلی یک قفس بود که از اون برآمدن برای بسیار از آدمان مشکلی که داشتند برآمدن بسیار محال بود. ولی یک امید در آخر همین زمستان، مثل روشنی در آخر یک تاریکی به وجود می‌آید و این نوروز است. یعنی از قفس‌ها ماهای بهمن به فروردین
یعنی فیورال به مرد، احوال طبیعت به مثل اوضاع انسان تغییر می یابد. بیرون رفتن از سردی ها، مبارزه با ظلمات جنبشی را به وجود می آورد. گاه و ناگاه باریدن برف و باران های خنک بیداری ها را وهم می بخشد. مخچه های جنبیده، تخمه های میسه و سبزه های سرکشیده ترس از نیستی می کنند. اما طبیعت نیرنگ های خود را دارد. آفتاب را آهسته آهسته از بغل ابرهای و طوفان ها و تمن و تاریکی رها می کند و به استقبال خورشید اولین گل ها می خندند. همین خیلی که وقتی که نخستین سبزه نخستین گل که شکفت، مادر همین نخستین گل را با کمک آفتاب تولد کرد. نخستین گل، چوپان ها، دهقانان، کشاورزان این گل را دیده شادی میکنن، خرسند میشن که اینکه نوروز نزدیک آمد. آفتاب نورش را اکنون بیشتر پهن میکند. اکنون ما از این زمستان سخت نجات میابیم. آدمان نیز شادی به شادی طبیعت دارند و مژدگانی میخواهند از همدیگر با پیغامی آمدی بهار. گل میچینند، گل میبویند و گل میگردانند. جنبه خیلی دقیق و عمیقی بشردوستی دارد و همین جنبه بشردوستی آن است که سازمان ملل یونسکو اون را با عنوان جشن جهانی اعتراف کرد و این خیلی عمل خیلی درست و منطقی است. آیین‌های نوروزی خیلی زیادند و مردم گویا آفتاب را رهسپار بودند و ایام گرمی و شکوفایی را انتظاری می‌کشیدند. ولی طبیعت همانا با خنکی ها دست به گریبان است. ذخیره های غذایی به انجام می‌رسند. با تهدید شدید خنکی های زمستان، تاوان زمین نیز امکان نمیداد تا حاصل روید و نخستین سبزه ها گویا آدمان را امید می‌بخشند. آدمان آنان را در نوروزتگی می‌چیدند و از شیرش غذا می‌پختند. ولی بعدتر آدمان با تقویت دانش توانستند این حادثه را صنعی انجام بدهند و گندم گرفتند و شستند و گذاشتند روی ظرف‌ها و آب پاشیدند هر سحر و سبزه روست از دان گندم و نیش دانه را تا سبزی نگاه داشتند و بعد از آن شیره گرفته غذای پختند که سومنک نام داشت. خود سومنک از اول تا آخر آیین‌های گوناگون دارد. اول خود سومنک مانی یک اعتقاد یک باوری دارد. خودش یک آیین خردکک است. خردککی که هم زنها اجرا میکنند. چهل سومنک ماندن در کار. کی باید این سومنک نماند؟ یک پیرزن آزاده تازه مهربان باید این کار انجام دهد. با اعتقاد این کار اجرا میکنند. در اونجا باز یک مراسم های خرد و زنها خوراک میپزند، با محبت دعا میخوانند برای آفتاب و نوروز دیگر این چیز. بعد از این سومنک را ماندن، بعد اونجا سومنک پزی. اطراف سومنک نقل و روایت ها زیادند که خاراکتری اسطوروی دارند. ولی مهم آن است که این غذا واقعاً منفعت آور بوده. صرف خوراک ملی ماست که در روزهای جشن نوروز برآورده می شود. غذاشناسان واقعاً اثبات نمودند که غذاناکی این خوراک ملی تاجیکان به درجه بلند بوده است و شاید همین باعث گردیده که نیاگان ما به آن احترام خاص داشتند. مردم فرهنگ پروری ما این آیین‌ها را از همون زمان باستان گرفته آمدن تا امروز رسانیدند. یعنی احیا شدن این دوباره اینها را در سطح کشور احیا کردند. به هر خانه‌دار اینها را وارد کردند. از طریق واسطه‌های اخبار از جمله تلویزیون اینها را تبلیغ کردند. یعنی اون گذشته تاریخ چند هزار ساله را دانستن است. نوروز که صرف پدیده است که مربوط به قوم تاجیک، ولی ببینید که اقوام مختلفی با همین نام اون را جشن میگیرن و تجلیل میکنن و حوزه فرهنگی نوروز پدید آمد.
این تنها از طریق جشن نیست. جشن یک درخش اون فرهنگ است که به این اقوام مجاور از تأثیر گذار بوده است. تازگی آیین نوروز است. نیاگان ما به آن عقیده بودند که با فرا رسیدن سال نو همه جا پاک و تمیز باید باشد. غبار کهنگی و فرسودگی از خانه و در و اطراف برطرف باید شود. پیش از همه این تازگی روح و روان انسان هاست. وقتی که ما در نوروز خانه خود رو تازه میکنیم، چرا انسانیت یا که جامعه سیاره خود رو تازه نمیکنند یا که فضای گرد آسمان رو کسی فکر نمیکند که چی میشه؟ نوروز اساس تاریخی دارد. اگر به منبع‌های ارزشمند نظر افکنیم، بیشک آثار و اشعار زیادی را خواهیم دید که در اساس این جشن نیاگان سرچشمه‌های آموزش سالشماری، روزگار شخصیت‌ها، تقویم‌های مردمی و در برابر این دلیلی رد نشونده تاریخی است. نوروز یکی از جشن‌هایی است که در طول چندین هزار سال، 5 6 7 هزار سال، چون کافتنگری دور می‌رود، تا امروز یک وظیفه عالی ترین دارد. این انسان هایی که با او اعتقاد دارند، با او محبت دارند، اون را دوست می‌دارند، آنها را همبستگی می‌بخشد، آنها را پیوند می‌کند. نوروز در برابر دیگر عوامل فرهنگی قوم تاجیک در ماندگاری او تأثیر دارد و وسیله خیلی توانایی است برای گسترش تأثیر فرهنگی و علمی قوم تاجیک با اقوام مجاور و با اقوام مختلف جهان. و امروز خیلی منطقی و درست است که نوروز جهانی شده است، چون که این تنتنه خرد، تنتنه نور و صفا است بر ظلمات. و یعنی بار دیگر با جهانیان ثابت می‌نماید که ببینید شما با قوم سر و کار دارید که طی تاریخ طولانی بشریت گویا که روشن کننده، برافروزنده ظلمات انسانیت بود. نوروز واقعاً روح ماندگار ملت است. محض نوروز یکی از رکن‌های استوار ملی ماست که زمین‌ها و زمان‌ها را عبور کرده، میان برخورد تمدن‌ها و فرهنگ‌ها مثل خورشید طلوع نموده است تا چهره ملت با نام تاجیک تابانتر و ریشه ژرفتر در اقصای عالم باشد. بی بحث میتوان گفت که نوروز این دستاورد عقل انسان است.